سلام عزیزان، امروز یه آموزش کمربند دارم براتون که امیدوارم براتون خیلی مفید باشه. تو این فصل سرما برای کمربند پالتوها و مانتوهاتون خیلی مفیده، کارایی خیلی خوبی داره. با ما همراه باشید. ما برای کمربند اکثرا 12 سان میگیریم، وسط 12 را به دست میاریم و از این فاصله دوباره 6 سان میام، یعنی 6 سان 6 سان 6 سان. بعد بالا 1 سانت فاصله میذاریم، میایم پایین دوباره اینجا میشه 5 سانت، اینجا میشه 5 سانت. 1 سانتش رو میذاریم برای جای دوخت، یعنی اینا جای دوخته، این قسمت ها میشه جای دوخت و این فضای 5 سانت پهنای خود کمربند میشه. بعد ما این نقطه و این نقطه را به هم وصل میکنیم با خط کش، وسطش به دست میاریم. وسطش که به دست آوردیم، ببینید 1/2 که به دست آوردیم، حالا باید مثل ما بقیه جاها 1 سانت بهش جای دوخت بدیم برای چیدن، چون میخوایم این فضا رو بچینیم. ببینید به این صورت میشه. حالا ما این فضله، من لای چسب زدم که پارچه من ضخیم بشه، بتونم خوب در بیارم. به این صورت. حالا کاری که میخوایم بکنیم اینه که این فضایی که ما 1/2 رو به دست آوردیم تا میشه، ببینید اینا تا میکنیم و از اینجا شروع میکنیم، سرقائمی میزنیم تا این نقطه. ببین این نقطه ای که درز جا دوخت براش حساب شده، ببینید تا این نقطه را ما میدوزیم، سرقائمی میزنیم. ما اون یکی تیکش هم همین کارا میکنیم، اینم به همین صورت تا میکنیم و تا این نقطه ای که علامت زدیم دوخت میزنیم و سرقائمی میزنیم. بریم برای دوختش. من با رنگ متفاوت میدوزم تا بتونید دوخت را ببینید. ببینید تا اینجا من دوختم، اون یکیشم به همین صورت میدوزم تا این. ما این گوشه که گفتم از هم سر جای دوخت شروع به دوخت میکنیم. ببینید من سر این علامت شروع به دوخت کردم، به این صورت شد. حالا کارا لبه ها را باریک میکنیم، درزا را کم میکنیم و برش میگردیم و یه اتو میزنیم که راحت تر کار برگرده. ببینید کار به این صورت که هست، اینجا ببینید به این صورت دیگه ما کارا بازش میکنیم. اول یه دوخت از پشت الگو، پشت پارچه میزنیم، کامل اتو صافشون میکنیم، بعد درزا را از پشت دوباره باز میکنیم. ببینید بعد باز بشه که اتوش خوب در بیاد. به این صورت بریم اتو کنیم و برگردیم. ببینید دوستان کار به این صورت برگشت، خیلی زیبا و تمیزه.
کناره ها درز نمیخوره، قسمت بالا درز نمیخوره، ضخامت اصلا نداره و یه کار خیلی زیبا و میزانی تحویل شما میده و بیشتر برای پالتوها و کارهای ضخیم خیلی مناسبتر و زیباتر در میاد.